تنهایی را خوش دارید؟ نه. کدام معلمی مکتبی را زیاد به یاد میارید؟ معلم اکرامова و معلم بدالov. با کدام فن بیشتر شوق داشتید؟ با ادبیات. زمانی مکتب خانی عاشق شده بودید؟ البته. بار شده که با عکس های جوانی نشستید و صحبت کردید؟ آدمی که با هنر کار دارد البته صحبت میکند در تنهایی. یعنی چی میگوید با عکس هایی که صورت های جوانی را میبینید؟ شما امروز هم یک جوان مردی زیبا هستید و سلامت باشید. اون زمان باز خب جوانی که خود زیبایی است. چی میگوید با عکس ها؟ بسیارتر میخواندی خوبتر بود میگوید. از سوختن شمع که میسوزد شما که یک مرد هنر هستید چی رموز میگیرید؟ زندگی انسان را، زندگی هر یک فرد را. کدام ساز موسیقی را دوست دارید؟ تنبور و غیژک. قصد انسان از زندگی کردن چی است؟ یعنی زندگی برای چیست؟ زندگی از خود یک چیز باقی ماندن. در عرفیت میگویند که نهال شناندن، فرزند تربیه کردن. من میگویم که باز هم راه کرده. دائما کوشش به خرج دادن، فقط نیکی کردن. دائما همه طرفه. وقت میگذرد و در این میان عمر ما هم در گذر است. از عمری گذشته افسوس میخورید؟ نه، فخر میکنم برای اینکه کاری دوست داشتم که مشغول هستم. راز خود را بیشتر با کی جرأت گفتن میکنید؟ با همسرم. بهترین کاری که انسان باید در زندگی بکند چی است؟ قدر و قیمت والدین خود را والا گذاشتن. دائما. و آخرین سوال من که زندگی به شما چی سبق داد؟ به شما چی گفت زندگی؟ به قدر زندگی رسیدن. به هر یک روزی که خدای تعالی به ما داده است شکر گذاشتن، شکر کردن. شما رو خسته نکردیم؟ نه. سلامت باشید. خیلی خوش آمدید چون از راه دور از خوجند باستان به پایتخت آمدید. آرزوی ما همیشه بهترین نعمت را برای شما آرزو میکنیم که همیشه صحتمند باشید، همیشه در سر حال باشید، همیشه خوش و خوشروزگار باشید. از فرصت مناسب استفاده برده. مرحمت دوستان. من بسیار منتدار هستم برای تکلیف شما دوستان که به تلویزیون سینما تکلیف کردید. خواهانی آنم که از دربان تا سربان خواهان آن دارم که سرتان بلند، خانتان آباد. خدای تعالی دائما کشایشی کاری همین تلویزیون سینما را داده باشد. آباد باشید. جهان سپاس. و ما هم فراتر از این برای شما و برای اهل ایجاد و شاگردان شما آرزو داریم. سلامت باشید. رحمت. بازم خوش آمد. رحمت. زنده باشید.